یک برادر داریم او زمی افیر ده حتما هست همه افیراتون ده میدرویم علکه 25 ساله شده 24 ساله شده توصیهش آها. میتیم که راو زن بگی میگه تا 25 ساله نشم نمیگیریم برای که پیغمبر ما 25 سالگی در زن گرفتگی. ای و پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که 25 ساله شده زن گرفتن پیغمبر نبودن، حالی دین اسلام نبود. دین اسلام بعد 40 سالگیشون آمد. اون وقتا حساب نه، پیغمبر نبودن، آدم عادی بودن. این قول باطل است. فهمیدید؟ میگیمش که رفته قرض کرد تو زن میگی میگه قرض گرفته زن گرفتن جایز نیست. چی گفتنی داره؟ اگر مثال وفا داشته باشه جای اصلا خاصتا برادرها و خواهرای عزیز، کسی که مثال دیدید که بچه ملتزم هست، یعنی بچه دیدید که داموتی که آمد از خواستگاری دیندار هست، همین آدم ها و دختراتون رو تیتان توی وزنی نکنید تا اینکه همین ها بنا بینید 25 به در آمدگی 24 به در آمدگی قرض گیرم می زن گیرم می چاکنم شرایطاشون وزنین زن گیرد حیاتش دیگر میشه انشالله یافته میگیرد. از کمبغلی نترسیتون، از گناه ترسیتون. اینای خانه‌دار کردن در کار. اگر این قانون و قاعده های عادتی مردم که اگر توی کنید، اگر بسیار آدم ها 30 و در آمده زن میگیره و مزه زندگی دیگه بیمزه میشه. عین جوانیش همی 18 19 باید زن گیرد. اصلا همین بلاغت بکرسید زن گیرد. انا مثال عمرو ابن العاص رضی الله عنه در سنی 10 سالگیش زن گرفتگی است. وقتی 11 ساله بود پسردار شده. می عبدالله ابن عمرو ابن العاص یکی از صحابه‌ای که حدیث می نوشت، وقتی که پدرش 12 ساله بود در دستش بچه 1 سالش کوچه‌اند میگشت. بچه کشولا کرد. خودش 12 ساله، بچهش 1 ساله. 11 سالگیش هم پسردار شد، 10 سالگیش هم زن گرفت. اكو اون وقت همون وقت بلاغت میرسیدند، این عیب نبود، هیچ گپی نبود. برای اینکه حاضر مثلا بچهای ما اگر 15 16 در آمده بلاغت رسن، اون وقتا 10 8 میرسیدن، 8 9 بلاغت میرسن. بنابر امام شافعی گفتن که من از همه مادر کلانی جوانی که دیدم 19 ساله بود. یعنی از زنه که دیدن 19 سال دارد لیکن نبیره دارد الکی، چون که 9 سالگیشنده خانه‌دار شدگی، دختردار شدگی 10 سالگیشنده. وقتی که هم دخترش 8 ساله 9 ساله میشد، دخترش شوهر میتید، اون وقتا 8 ساله از زمانی معاشره مثلا بعضی قانونهای بعضی کشورها اون وقتا همین 8 که در آمد بلاغت که رسید میدادن شوه. یعنی بلاغت که میرسد زنک ماهانه دید، یعنی مانند زنکی کلان خون دید. خون که دید الکه این خون برای چی است؟ اون خون برای همون غذای کودک است. همین خون حیض زنها اصلش برای کودکش غذا میشد. در جنین شکمش برای جنین غذا میشد. وقتی که کودک را تولد کرد همون خون مبدل به شیر میشد. همون شیر کودک میخورد. یعنی وقتی که زن که الکه حیض دید و الکه شوهر کرد میتونه الکه فرزنددار میشد، چون که حیض دید. بنابراین خانه دار میکردن. یعنی این دخترش وقتی که مثلا دخترش شوهر دادن بعدی 9 سال 10 سال دخترش هم تولد کرد، خودش 19 ساله هست، نبیره دارد. امام شافعی دیدین، یعنی در زمانشون سالهای 200 هجری، یعنی 1200 سال پیش. در زمان ما کمتر فرق میکند. خب خلاصه برادرای عزیز 25 پایده نیستون زن گرفتن یک توی خاکسارانه کرده تید، پول کی شد بود در نیتتون توی کلام کرده دادم شد و پسر توی یا دختر تویتون رو باید کلام کرده میتید. توی دادن به مردم وقتی یعنی یکان وقت دیر نمیشد. یا بار به هم تو برای اعلان و نکاح فهماندن یک چند نفر یک توی خاکسارانه تعام داده، یک گوسفند کشته اقلا یا توی میتید. یکان آرزوی حواسی مردم تعام دادن تون باشه و دادم میگیرید همه وقت. به مناسبتی توی شرط نه که پولتون بسیار شد یک مردم محله جیغ زده تعام دادن گرید، خیر کردن گرید، این قربانی
در عیدی قربانی کرده به مردم توی میدید دام میگیرید. بعد مهم حاضر زنگ گیرید فکری خودتون نکنه، فکری مردم نکنه. مردم میگوید که ای توی نکردی، ماشین های بسیار نگفتی، این نکرد اون نکرد. به فکری مردم گپی مردم اگر کنیدم به گپ از گپی مردم سلامت نمیمونید نکنیدم. طبقی فرمودی الله تعالی کار کردن گیرید و از حرام خودتون دارید. 25 به درام میگیرم این قول خطا است.